السلام علیکم برادر. سلام و رحمت الله. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. فهمیدم جان. اولی برنامه ده شما گفتین که همین درباره اصلاح کردن یگان چیز اگر دونین بگین. اگه همین درباره مدنی میگفتگیتون همین چیزی شما ما تماشا کردم. بعد گفتم که همین کی باشه؟ کومه تماشا کنم میره. خلاص همین وقتی شما چند قپش درباره کی گفتین؟ امام ابو حنیفه گفتین. همون یک ویدیو کرده تماشا کردم. بعد با همراهی کدام یک ابو محمد کردی گفتنی آدم 2 ساعت و 30 مینوت. خلاص همونجا هم مردک هم ابو محمد مدنیه که اومد خروستی همو کیرا امام ابو حنیفه را همش میفهمونن، همش هم آدم دا میگه چقدر طرفداری میکنه. خلاص من امیره گفتم بگم تو نه اگر بخواین تماشا کنین. برادر گرامی ما یعنی کی من در همون یه دقیقه ما او را دیدیم میدونیم. ما گپ در مسئله بحث فقهی نرفته است، گپ در مسئله عقیده رفته است. یعنی او میگه که تو وقتی که او را قبول کردی میگه پدرت کافره باید تو بکشیش. فهمیدی؟ این چه فهمیدم اکا شما درباره من مخالف من یگان خیلی چوب پرابلم که یگان کارسان دارم ایسا که من گاز من گفتم همه آدم همین شما گفته که همین امام ابو حنیفه را هر چی میگه کافر میگه این میگه وای میگه همه مردک همونجا یعنی که مقابل همه آدمایی که همین گپایی میگن گاوز دسته بود با دو ورس بود. من او خیلی مینه دارم که همین فهم خودت ندیده همون دارم خاطر وقتی که ما سعودی جرح تعدیل عقل تعقیده و اونچه که مربوط به مسائل عقیده است نمیتونه فهمیده، یعنی که اونا رو تماشا کردن شما امکانی فهمیش از اونا نیست. یعنی ما میدونیم چی میگه ابو حنیفه را، ما میدونیم که یعنی که علمای اهل سنت چگونه یعنی که گپ میزنه و چگونه حکمشون میکنه. همون خاطر یعنی که گپ زدن خودت از نگاه یعنی که شرعی و علمی شرعی نمیتونه دلیل باشه. ما چیزی که میدونیم گفته ایستیم باشه. اما برادر که من نگفتم که گپی من دلیل من همین قصه گفتم که من ویدیو اوی دیدم همونجا اوی همین کار کردم. من گفتم او را همه دیدن یعنی که او گپ نگفته است پس تکفیری شوند جوانو. سوال ما بخدا اکرو چگونه تکفیری میدونم یک چیزی دیگه من گفتم پیشه که وقتی یک چیز نمیدونه نگه بهتره. یعنی که وقتی یک چیز نمیدونی. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، این شیطان تق ابلیس چهره سیاه فحاش را که به نام محمد اقبال صدرالدین بی ادب و بی فرهنگ و بی عقیده یک جاهل جهلش مرکب است شنیدید. در این 3 دقیقه که بسیارتر دیگر یک انسان جوان صحبت میکرد، لیکن این ببینید در همین کم وقت چقدر تهمت ها رو میکند. بله همچنین هست که پیامبر گفتند الحیاء من الایمان، حیا از ایمان است. و روایت دیگر اومد که فإن لم تستحی فاصنع ما شئت. این رو حتی بعض از علما از سخنهای صحابه خیلی زیاد روایت کردند. حیا از ایمان است، شرم حیا از ایمان است. وقتی که شرم و حیا نداری هر کاری میخواهی میکنی. وقتی که ایمان نباشد حیا نیست. وقتی که حیا نباشد تو یک بی شرم تهمتگر و ظالم و بددهان و فحاش میشوی. و خود شما حالا بها بدهید به این انسان، به این خزنده و چرنده، به این چارپا. ببینید محمد اقبال صدرالدین میگه که تو این مسئله ها رو نمیدونه. میگه به این جوان دروغ محمد اقبال گرفت. این جوان زیرک بوده است. الله سبحانه و تعالی صف این جوان های زیرک و دانا رو زیاد بکند که عقل های خود رو به دست دیگران ندهند، کوبند، تحقیق کنند، حقیقت یابند، آزاد باشند. این جوان وقتی که دروغ این
خبیث جاهل رو که از خری همسایش از خری همون اروپا و فرانسه بوده هم گمراه تر است، این متهم ببینید که چی میگه. میگه که تو نمیفهمی، میگه ما میفهمیم، من میفهمم شریعت. میگه آیا محمد اقبال شریعت میفهمد؟ نقطه اول که ما باید کمی 2-3 دقیقه 1 دقیقه صحبت کنیم. نه والله محمد اقبال گمراه تر از همون خری همسایش است، زیرا که خر با وجود که این خر است، خیلی که الله سبحانه و تعالی میگه که همه این چیزی که در روی دنیا هست الله تسبیح میگه. خر الله این کار نمیکند، تسبیح میگه و در همون چیزی که به خاطرش خر خلق شد همون وظیفه خر اجرا میکند. لیکن اقبال انسان است، به همون وظیفه‌ای که مسئولیتی که خلق شد اجرا نکرده است. الله سبحانه و تعالی میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. علماء سلف گفتند ای وحیدون، ما خلق نکردیم انسان ها و جن ها رو مگرم به خاطر توحید که تحقیق توحید بکنن. شب و روزش ضد مسلمان ها، ضد قرآن، ضد سنت، ضد توحید جنگ کردن است. با خودش عالم گرفته است. یک ابلیس است محمد اقبال، چهره سیاه خبیث، یک ابلیسی فحاش است، بی حیایی، بی شرم، بی ایمان است، مشرک خبیث دزد است. ولی البته ما این قصه هایش رو که از اینش همه قصه هاش ولی در آینده به شاهد ها میاد، لیکن حالا به همین نقطه شروع میکنم. اولا جاهل، این جاهل است، کلمه لا اله الا الله نمیفهمد این بیچاره. به همون 2-3 ملا بوکسیور و قطنبه و بلوشکه و اینهایی که جمع جمله کرد از این افغان ها آورد، این همش جوهلا است. جوهلا معنای لا اله الا الله نمیداند، اعلان علماگی میکند خوب سوی مشرک. لیکن ببینید من به یک چیز قائل هستم و به خاطر همین دارم صحبت میکنم. الله سبحانه و تعالی انسان رو انا همین قدر خار و ذلیل میکند. محمد اقبال دروغگو چقدر بهتان و دروغ رو در اول برنامهش در حق بنده کرده است. محمد اقبال خبیث میگه که ابو محمد مدنی میگه ابو حنیفه رو تکفیر میکند. ما میگیم الله خار کند دروغگوینده رو و الله خار کند همون کسی که ابو حنیفه رو تکفیر میکند. الله لعنت کند دروغگوینده بهتان رو، الله لعنت کند دروغگوینده بهتان رو، الله خارج کند که ما به دو چشم ببینیم چهره سیاه و خبیث او رو. شرم نکرده اینقدر دروغ میگن. بین مرجئه و کافر فرق کرده نمیتواند. فکر میکرد که مرجئه گفتن کافر گفتن از زیرا که از جاهل ما چی انتظار شیم؟ کسی که از خرم گمراه ترش ما چی انتظار شیم؟ بالاخره این بیادب فحاش فاحش در حق من تهمت کرد که گویا من ابو حنیفه رو تکفیر کرده باشم در اولی برنامهش. به مانند همین جوان زیرک شاید هزارها جوان دیگر، صدها جوان دیگر انشالله به همین واسطه می روند، می کوبند و می بینند و گوش میکنند که آیا در حقیقت ابو محمد ابو حنیفه رو تکفیر کرده یا این دروغ است. من شما رو برادران مسلمانم، خواهران مسلمانم، من شما رو به تحقیق دعوت میکنم. من شما رو دعوت میکنم به سوی آزادی فکری، تحقیق. هرگز عقل خود را، فکر خود را لجام کرده به دست یگان نفر ندید. تحقیق کنید، کوبید، ببینید. نشود که شما را اداره کنند و گمراه کنند. بالاخره این جوان در همون وقت زد است به یوتیوب، برآمد است که نه ابو محمد در حقش محمد اقبال بهتانگو چهره سیاه دروغ میگه، فحاش فاحش دروغ میگه، بلکه یک چند سخن درباره ابو حنیفه داریم رحمه الله. ابو حنیفه رحمه الله یکی از امامان بزرگی سلف، ولی با ما میگوییم که ابو حنیفه بله یک علمای سلف بودند، رحمه الله بودند، ولی بله پیامبر نبودند، صحابه نبودند، ولی یک عالم از علمای بزرگ سلف بودند رحمه الله. ما علمهایشون میآموزیم، کتابهایشون شرح میدیم انشالله. ولیکن ایسا بودند، خطاگی داشتند، ولیکن تکفیر نمیکند ابو حنیفه رو
بجز کسانی که بوی از علم ندارد و بجز کسانی که خوارجی شده است. و ما در رو بر این خوارجی ها ایستادیم، ابو حنیفه رو دفاع کردیم و این جوان همون دید است و به محمد اقبال کذاب نقل میکرد که محمد اقبال کذاب، تو در اول در حق همین مدنی تهمت کردی، یعنی یک سخنی رو گفتی، من در آمدم گفتم دیدم سخنی تو دروغ است، مدنی دفاع میکند. محمد اقبال چی میگه؟ محمد اقبال فیرمنی سخنی حزبی ها رو میگه، سخنی حزبی هایی که از اول این سخنشون رو تا نفسی آخر میگن که تو نمیفهمی، تو نمیدانی، تو جاهلی، تو احمقی، تو عقلت تنگ است، نظرت تنگ است، این ما میفهمیم. میگن این جهلای قبوری خوبسای رافضه ها عیناً همین است. این اقبال فحاش رافضی دوز دیگر، این رافضه های دیگرش عیناً همین است، همین عقیده را دارن. شرک کفرش میگه تو نمیفهمی، رافضه بودنش میگه تو نمیفهمی. دست پرورده های ایران، فروخته شدگان ایران رافضه های خوب است. لیکن ببینید آیا یک جوان تاجیک به همین راضی است؟ ای جوان های مسلمان تاجیک، آیا شما راضی هستید که شما را کسی به عقل شما لجام زند و شما را اداره کند؟ شما روز را به دو چشم خود ببینید، او گوید که نه این روز نیست، تو بی عقل هستی، تو نمیفهمی، این شب است، بگید شما روز رو شب بگید. آیا راضی هستید؟ من فکر میکنم امروز جوان های تاجیک مثل جوان های سال 90 نیستند. الحمدلله امروز اینترنت است، بسیار جوان ها از حقیقت آگاه هستند و این جوان های امروزه زن ها و مرد ها اهل تحقیق به این معنا که زود باوری رو آیسته آیسته مردم تاجیک هم بالاخره کم کم ترک کرده شده است. من دعوت میکنم همه این مردم رو زود باور نباشید، بالاخره کمی تحقیق بکنید. صحبت هایی که ما میگوییم در حق کسی نباشد، کمی تحقیق بکنید، در حق اونها تحقیق بکنید. ما در حق هر کسی صحبت کرده باشیم در تحقیق بکنید که چی گفتیم ما و با آیا همین صحبتی ما در حق در اونها هست یا نیست. و هر کسی که در حق ما صحبت میکند مرحمت تحقیق کنید که در حقیقت او در ما هست یا نیست. والله اگر به شما حق واضح میشود، اهل تحقیق باشید، عقل خود رو لجام کرده به دست کسی نتید، به مانند این بیخردان، این خوبسا که فقط به فایده شکم خود شما رو استفاده میبرند. شکمشون که سیر شد، منصب رو که گرفتند به بالای شما هم خیلی میگذارند، قدم زده میگذارند، توف میکنند. چی گفتنی هستم؟ جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. 4.5 ساعت برنامه و صحبت و طعنه و دروغی که این خبیث، این زندیق نجس مشرک محمد اقبال فحاشی روسیا در حق بنده کرده، به یک آخرین سخن یک جوان تاجیک که میگوید که من بعد از سخن تو این جوان مدنی رو نمیشناختم، رفتم گفتم شناس شدم، سخن تو دروغ است، 4.5 ساعت برباد رفت، مثل یک توفی دهان شد، برباد رفت. الله اکبر. انا این رو میگن که حکومت باطل نابود میشد. دور نکشید، در همون خودی برنامه، در همون روز، در همون وقت الله خورشان کرد. انا این میگن نصرت الله. انا این میگن که انت رکلام هم رکلامه، نمایش بد، یک نفر رو نمایش بد دادن هم این نمایش دادن است. زیرا که وقتی که تو یک نفر رو نمایش بد دادی، مردم می درآیند، او را کفتکو میکنند، میخواهند که از او خبردار شوند که این کی هست، این جوان کی هست که محمد اقبال با چهره های سیاه گریان و نالان به مردم فریاد میکشد که گوش نکنید ابو محمد رو گفت. این کی است؟ این ابو محمد. این کی است که حزبی ها رو بداد و فریاد آورده است؟ چرا اینها داد میکشند و میگن که این است، آن است، در فلان جا است، این است، فروشید، کشید، نابود کنید، گویان تهمت میکنند. چرا به جماعت ها نسبت میتند بر دروغ؟ چرا دیروز به جماعت ها نسبت میدادند؟ اثبات شد که این جماعت نسبت دادنشون دروغ است. ببینید تا دیروز مرا به جماعت ها نسبت میدادند،
دیدن که به جماعت نسبت دادن دروغ است. در حقیقت دروغ است. من و برادران من ما یک طالب علمان آزاد اهل سنت هستیم. اینم قگم با دلیل قرآن و سنت با مذهب سلفی صالح صحبت میکنیم. این سپکتاکلشون، این منهج دروغی آدم کشیشون به این راه که ما رو نابود کردن نتوانستن، امروز ببینید در همین برنامه حالا همین در همین صحبت 3 دقیقه چی میگه؟ همین آدم های اینو اون میگه فروخته شده و اینو. و بعد از این میگه یک پسر رو پدرش رو کافر گفت و کشید. این همش بهتان است، دروغ است. یگان مراتب این چیزها از ما نبرآمده است. لیکن این خوبسو چرا شما هزارها نفر از جوانها شاید امروز سوال داشته باشد که چرا حزبی های شیطانی، حزب نهضت ابلیسی و بخصوص انمین محمد اقبال فحاش زندیق مشرک به خود روا دیده است که در حق من یک طالب علم اهل سنت این چنین تهمت ها را منتشر کند. حالا که خودش خیلی گفتیم یک جاهل جهلش مرکب است، دوز بیش نیست. ما تاریخ شال در آینده بیان میکنیم، دوزی نبیان میکنیم، دوزی یک فاحش و فحاشی قصه هایی که بود این اون همش میاد. لیکن چرا سبب اینجا که چرا یک بار اینها برآمدن به من شروع کردن زدن رو، من که با کار خودم آواره بودم. لیکن سبب این است که ببینید ما کمی شاید سبب رو اولا مختصر میگم لیکن کمی وسیع میکنم. در سال 1992 اینها به واسطه نام اسلام تظاهرات، بالاخره جنگ، بالاخره به همون کرسی 30% آمدند و نشستند. بله به نام اسلام، همیش به نام اسلام بود. نام اسلام رو استفاده کردند، به کرسی 30% در حاکمیت همراه شدند. بعد از این فراموش کردند وظیفه خودشون رو، او دعواهای بزرگی دروغین رو، بالاخره مردم رو، کشته شده ها رو، مادر و فرد همه فراموش، خودشون عیش عشرت. بالاخره الله سبحانه و تعالی بالاخره آخر وقت داد، وقت گذشت، توبه نکردند، باز نگشتند، الله خورشان کرد. امروز این محمد اقبالی که از تاجیکستان نه به خاطر اسلام بیرون شده است، نه به خاطر مردم، بلکه به خاطر همین این پول از مردم دزدیده بود. محمد اقبال پول از مردم دزدیده بود. ما میدونیم از کی ها، قسمی از اونها رو میدونیم، بزرگ پول های دزدیدش رو از داغستانی و از تاجیک و غیره. حکومت از این پول دزدید. گویا این میگه که حکومت به من $1,000,000 من یا که $700,000 من و غیره را نداد. بالاخره این به خاطر پول خودش خست، ضد حکومت، ضد نمین حکومت امروز به خاطر پول خودش داره جنگ کرد، نه به خاطر دین، نه به خاطر حق. وینا خورده تا دیروزه، یا پیوه خورده یا شامپانسکی خورده، رسمش هست میبینید، شامپانسکی خورده میگشت. لیکن یک باره این که اکتیار است، در افغانستان یک نمود داشت، در پاکستان یک نمود، در دبی یک نمود، نمودهاش زینه به زینه. حالا جاش بیاد میگم که این مرحله ها رو چگونه سپری میکرد. در هر یک مرحله این به مانند این اکتیورهای امریکایی، من نمیدونم سریال های ترکی، این خیلی تغییر می‌یابد. بالاخره امروز به خاطر این پول مال خودش بار دیگر میخواد که جوانهای تاجیک رو خیزاند، استفاده کند، خودش در اروپا شیند، جوانهای تاجیک رو باز به نام اسلام خیزاند تا که باز خودش به همون سری قدرتی نمیدونم 2% یا 3% رود با همون کار خودش. به این چین آدم ها یک استخوان میتید و یک چیزی دیگره. باوری داریم که ما اهل توحید، طالب علم همه به من میگن، شاگردها به من میگن که باوری داریم که به همین انسان اگر یک پول اندک پیشنهاد کرده شود، پول های اندک، گفتم و میلیون ها را پول اندک میگیم، بالاخره دنیا الحمدلله ناچیز است، اینا با همه را فراموش میکرد، با همون کار پیشترش انجام میداد، عیش و عشرت و معیشت. بالاخره خب اینها خواستند که جوانهای تاجیک را استفاده برند. چگونه؟ ما از برنامه‌هاشون گرفته به شما در آینده هم میگذاریم. صحبت های رئیساشه، این نشانشه، یا روقه بعد از گرفتن اینها اجازت دادند،
рафта мегӯяд ки Муҳаммад Иқбол маро напурсида кора кардан гиред мегӯяд. Акун ман мегӯяд бисёр чиза нагӯям, равед сар кунед мегӯяд. яъне кушокуши сар кунед мегӯяд дар Тоҷикистон. Муҳаммад Иқбол ба хотири чӣ? ба хотири курсии Муҳаммад Иқбол. аҳмақтарин одам ҳамин касе аст ки ба хотири дунёи дигар кас худиша ҳаётиша месӯзонад. аҳмақтарин одам ҳамин аст. лекин билохира ҷавонҳо ҳастанд ки аз сабаби илм надоштан, илми на дунявӣ на динӣ надоштан ба инчунин даъвоҳои пучи бемаъно албатта медароянд, ҳастанд. лекин билохира баракаллоҳу фикум, мо як раҳмат барои мусалмонҳои Тоҷикистон ҳастем. мо толибилмони аҳли суннат, дарсҳои мо, даъватҳои мо як раҳмат барои мусалмонҳои ҷавони аҳли суннат дар Тоҷикистон аст. мо ба ин ҷавонҳо баён кардем ки эй ҷавонҳо, шариат нозил шудааст то ки шумо нафси худро ҳифз кунед, беҳуда худа ба ҳалокат наандозед, ба хотири шиками ин палидҳо худатонро накушед. шумо мурда меред, инҳо бо шуморо фаромӯш карда мегарданд, айшу ишрат, лаззат. ӯ касоне ки бубинед, агар лозим шавад мо суҳбатҳои онҳоро ҳам мегузорем. ӯ касоне ки анамин ҳизбиҳо даъво мекарданд ки дар соли 1992 то 97 вафот кард, аз ҷониби ҳизби наҳзат вафот карда шаҳид мегуфтанд. имрӯз дида истодем ки гумроҳ мурд мегӯянд. ҳар ду тараф мурдашудаҳош ҷаҳаннамӣ аст. гуфтаги гапа мо шунидем аз даҳони худи наҳзатиҳо. бубинед, ин суханашон сухани мо не, ин сухани мо не, сухани мо дигар аст. сухани мо дигар аст ки чанд бор гуфтем. худи сухани наҳзатиҳое ки дар Аврупо аст мегӯяд ки ҳар ду ҷонибе ки дар ҷанги шаҳрвандӣ мурд, ҳам кушта ва ҳам кушташуда ҷаҳаннамӣ аст мегӯяд. агар тарсида даррав ин суханҳоашонро удалид накунанд, марҳамат, дар рӯзои оянда мо ба шумо меёрем. лекин то дирӯз инҳо кушташудаҳошона шаҳид мегуфтанд, лекин нав ҳамин сухани нави ҷадидашон баромад. чаро? барои он ки инҳо ба манфиат назар мекунанд. манфиат тақозо кард, кие хоҳанд ҷаҳаннамӣ, кие хоҳанд кофир мегӯянд. шумо ҳам ҷавонҳо вақте ки ба хотири шиками ин пӯсидаи палиду чеҳрасиёҳои мушрикин вафот кардед, шуморо дар аввал ину он мегӯянд, лекин баъд аз маргатон мебинед ки ино ҳаром мурд мегӯянд, ҷаҳаннамӣ аст мегӯянд. худи ҳаминҳо бо шуморо ҷаҳаннам мегӯянд. мо барем шуморо мегӯем ки бори дигар мегӯем, ақлҳои худро ба дасти касон надиҳед. ақлҳои худро истифода баред. аллоҳ ба шумо ақл дод, истифода баред. ақлу хирада истифода баред. ботилу ҳаққа билохира байниш фарқ гузоред. ҳақ ана ин ҳақ аст. ҳақ тавҳид аст. ҳақ яктопарастӣ аст. ҳақ бандаи аллоҳ будан аст, итоати аллоҳ кардан аст. ҳақ ба ҳукми аллоҳ зиндагӣ кардан аст. ана ин ҳақ аст. пас вақте ки мо ҳамин даъвата кардем, бисёрии ҷавонҳо фаҳмиданд ки бале, мо набояд ақлҳои худро ба дасти ин ҳизбиҳои иблисӣ бидиҳем ки инҳо моро идора бикунанд ин тараф он тараф ба манфиатҳои кисаву шиками худ. инҳо аз ҳамин ҷиҳат аз мо ранҷиданд. яъне ана ҳамин Муҳаммад Иқбол ва амсолаш аз мо ранҷиданд ки мардумро мо ба ақл даъват кардем, ба мардум ақл додем. фаҳмидед? ҳоло худи шумо сухани Муҳаммад Иқболро гӯш кардед ки як ҷавоне ки шояд 30 сола бошад, аз ҳамин суханош маълум аст ки аз 20 сола бузургтар аст ҳамин ҷавоне ки ҳамроҳи ин беадаби Муҳаммад Иқбол суҳбат мекард. мегӯяд ки ту намефаҳмӣ, мегӯяд ту намефаҳмӣ, ақида ҷудо, ин ҷудо, он ҷудо мегӯяд. ҳамун вақте ки ман ҳамроҳи абу муҳаммади курдии хавориҷ суҳбат кардам, дар боби ақида буд суҳбати мо. эй аҳмақҳо, ҷуҳалои ҳизбиҳо, Муҳаммад Иқбол чӣ ақида чӣ? Муҳаммад Иқбол чӣ тавҳид чӣ? тавҳид ҳу дар ӯ дигар води аст, Муҳаммад Иқбол дар дигар води аст. эй мардум, билохира бедор шавед. инҳо ҳамаи муборизаашон, ҳамаи кушокушиашон
به خاطر به همون کرسی رسیدن همون پولهای مصادره شدهشون رو گشته گرفتن. بله موحدین کبیری هم 1.5 میلیون دلارش مصادره شده است. 1.5 میلیون دلار به صدای خودش موحدین کبیری میگه. و چندین بیزنسمن های دیگر اینها همش میلیونرها. محمد اقبال هم خیلی در اول گفتیم پول اینم گرفته شده است. اینها همه علم دارند. اینها علم دارند، علم کشیدگانند، اما بزدلند. شما را نمیتوانند، خودشون نمیتوانند که برایند به میدان روند. شما را میخوان استفاده کنند به خاطر پول مالش. همه کوشش و حرکت اینا همین است. آزادی رو میخواستند، در وقتش آزادی رو میکردند. ما در همون تاجیکستان به اینها میگفتیم که روش شما عاقبتش زلالت و خواری است. روش شما که صبر این به خاطر تجارت کیسه خودتون است. خوب است. فرستادن جوانها به ایران و رافضه ها این فقط خیانت به اهل سنت است. فروخته شدگان به رافضه، تاجران دین. خیلی نکنید. گفتم ما هزارها بار در وقتش گفته هستیم. بارک الله فیکم. لیکن اینها البته که گوش نکردن، عاقبتشون به همین روز آمده رسید. اینم جزای الله هست. این جزا رو این حزب نهضت ابلیسی فقط از الله دانند. جزاشون از الله است. لیکن مبارزه ما چی؟ مبارزه ما برای چی مبارزه میبریم؟ ما برای رسانیدن لا اله الا الله. همون مبارزه ای که همه انبیاء و رسول بردند، ما همون مبارزه رو، همون دعوتی که همه انبیاء و رسول دعوت کردن، ما همون دعوت رو میکنیم. لا اله الا الله محمد رسول الله رو بیاموزید، بفهمید، دینتون رو مستحکم بگیرید، مسلمان باشید که در این دنیا و آخرت سعادتمند و به جنت روید. اما اینها نه. اینها چی میکنن؟ چند سال است که در همین برنامه ها غیر از فتنه، غیر از خیزید گفتن، غیر از جوانهای مردم تاجیک رو عصبشون رو خراب کرده، مادری تو رو فلان کردند، زنت رو فلان کردند، دخترت رو فلان کردند، خواهرت رو فلان کردند، تو باید خیزی، تو باید زنی، تو باید کشی گفتن. اینا چیکار کردن؟ چیکار کردن اینها؟ ما سخنهای موحدین کبیری را داریم که موحدین کبیری میگه که بله، میگه ما هم همیشه خاموش نمیستیم، یراق رو ما هم به دست میگیریم. میگه جوش بیاد یراق رو به دست میگیریم. میگه مرحمت وجود دارد. چرا اینها باز می آیند ما را متهم میکنن؟ سخنهای آخرهای موحدین کبیری در ما هست که میگه یراق رو به دست میگیریم. میگه محمد اقبال سخنهاش در ما هست که میگه بله، میگه مردم تاجیک از روسیه به تاجیکستان گردید، این هر یک مسئله رو از همه جانب از ما نپرسید، کار سر کنید. میگه از ما نپرسید کن، بله کو سر کنید. میگه بید من همه گپ اینجا گفته نمیتونم در یوتیوب. میگه سر کنید. چی را سر کنید؟ من حالی به حسین شروف نرفتم. برادران اینو همشون یک گروه یک کفن گفت خودشون برادریم میگن، یک گروه هم یک جماعت میگن. این برادرشون ملا حسینی نمیدونم دمانداز میگن، بعضی هم ملا حسینی یعنی تومار نویس میگن، تشتوب نویس میگن، چیزی میگن. بالاخره فتوا میدید که برایت میگه قربان شما ای جوانهای تاجیک شوم. میگه حسین میگه برایت به بین مردم پرتها ایستید، خود کفون تیتو پیچ شوید. میگه بالاخره انا اینها هستن که به این چنین عملها دعوت میکنن و بالاخره باز این فحاش متهمان به مانند زنهای فاحشه اینقدر هستن که فحش میکنن، بعض آدمهای پاک متهم میکنن، بعد طعنه رو به سر ما میزنن. حلقه درسی ما رو درایت گوش بکنید که چی است در حلقه درسی غیر از علم، غیر از قال الله قال رسول چی است؟ ببینید محمد اقبال صدرالدین میگه که من به خاطر به حکومت رسیدن، میگه به خاطر همین حکومت گرفتن، میگه به یهود همکاری میکنم، یهود دوستی نزدیکترین من است. میگه یک تاجیک از تاجیکستان به انا همون سرزمین فلسطین غلط شده، به بین یهودها رفته، یهود شده است، یعنی دینش دیگر کرده، کافر شده است. و همون تاجیکی یهود گشته پیامبر نامشون که حقارت میکنه، قرآن حقارت میکنه، الله حقارت میکنه، دین اسلامت میگه، پیامبر محمدت میگه، قرآنت میگه،
فلان اعوذ بالله فلان پسمدان گفته حقارت های بد میکند. این نفقط کافرین دشمن سختترین مسلمان هاگی کرده شده است. محمد اقبال در کانالش میبرد و کتی برادر جان میگد ما به شما مشکلی نداریم، میگد شما برادر جانی منید، میگد این برای چی؟ همیشه به خاطر به کرسی رسیدن، به خاطر نمون به کرسی پول و مال شیشتن. همین جنگ و رزبار و کشاکش و کشاکشی این محمد اقبال و امثالش حزب نهضت ابلیسی به خاطر کرسی است. از چهره حزب نهضت دارد برآمده گپ میزند. محیدین کبیری محمد اقبال را داملای حزب نهضت میداند، مفتی. برای همین در یک ویدیوی آخرش گفته بود، برادرها به من ارسال کردن، محیدین کبیری کی را داملا میگد، اقبال را داملای شما همیشه شرمنده. گجای این داملا است، این خری گمراه است، از خرم گمراه تر است. خیلی شیخ الاسلام تیمیه در حق گمراه گفت. وای بر حال جماعتی که ملای اقبال باشد، به جای اینکه به پیش روید روز به روز شرمنده میشوید، از فقط شرمنده میشوید. لیکن بالاخره انا این به ادبان فکر کردن که جوانهای مسلمان تاجیک رو به کدام سمت خواهند میبرند. اینها پیشوای تاجیکانند. از یک طرف حکومت به خودش پیشوا گذاشته، پیشواگی رو میکشد و دعوا دارد. از یک طرف مخالفا خودش پیشوا دارد. ما به هر دوی پیشوا توف کردیم. ما جوانهای تاجیک به هر دوی شما دیکتاتورها توف کردیم. امروز روش محمد اقبال یعنی همین حزب نهضت ابلیسی عیناً همون کپی نسخه روش حکومت تاجیکستان، حتی بدتر از حکومت تاجیکستان شده است از نظر تهمت. هر کسی که اینا میگن هر کسی که با ما نیست مخالف ما است، ما میفروشیم. ببینید اینها من که کجا، اینها هم پیمان و هم مجلس و هم نشست و دوستان خودشون رو در اروپا هر روز مثل موش و گربه هم دیگری رو دور زده فروخته شدن، میفروشن. مخالفه که ما به پول ندهد میفروشیم، میگن گپی ما را گوش نکرد میفروشیم. تهدید میکنن، تهدید. بله محمد اقبال این حزب نهضت ابلیس شیطانی در تهدید، بله اینها خیلی تجربه دارن. این تاکتیکای رافضه هست. این شاگردان رافضه، این خوبسا از رافضه تهدید تعلیم گرفته هستند و این تهدید این رافضه های حزبی اینا در حقیقت نتیجه دادگی است برای اینها. اینا بسیار کس تهدید کرده ترساندگی است. لیکن اینها با ما بر این جوانهای اهل سنت و نخوردن که ما به تهدید اینها توف کردگیم. این منقشه ها تهدیدش زایس چه ها بر اومده در یوتیوب بله 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 کردن و فاحشگی کردن این احمق بیادب ها. گجای این شجاعت است. شجاعت حق به حق گفتن است، عدل است، مردگری است شجاعت. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت لیس الشدید بسرعه، شدید بسرعت اینو نه، بلکه شدید سخت گفته همون لیس القوی بسرعه. بله قوی این به تیزداوی و اینو نه، بلکه قوی همون کسی است که وقتی که غضب کرد خودش دستو میگیرد، تهمت نمیکند، دروغ نمیگوید، بهتان نمیکنند، مرد بر این چیزی بوده را حق میگه. این مردیگری که جو است در اینو، در این شرمنده ها مردیگری که جو است. مردی اینها که ها رفته نابود شده است. الله المستعان. یکی بالاخره وقتی که بسیار جوان ها، مرد ها، زن ها از حق با خبر شدند، از توحید با خبر شدند، فهمیدند که توحید اسلام هرگز با این حزب نهضت ابلیسی شیطانی، با این محمد اقبال گمراه جاهل مشرک در یک جا جمع نمی شود. به عقیده اینها در یک جا جمع نمی شود. این همین گپ است. اینها به ما حسد دارند، اینها به ما بغض عداوت دارند به خاطر اینکه اولا حسد، دوما اینها غضبشون میاد که چرا در این میدان
در این میدان یعنی دعوت تاجیکا شما پیدا شدید. یعنی این مخالفا گفته است که غیر از حکومت و غیر از ما مخالفا دیگر هیچ کس نباید باشد. یعنی گویا ما حق نداریم که فکر و اندیشه خود بگوییم. با همین خوبسا این شیطان ها میگن که ما تحمل پذیر یعنی آزادی خواه دموکرات با خودشون میگفتن و با تحمل پذیر میگفتن. این مشرکین همون دموکرات رو هم شرمنده کردن. خوبسا همین دموکرات شرکشون هم شرمنده کردن. اینها را باور بکنید نه انصاف دارد، نه اخلاق دارد، نه آزادی. تحمل پذیری گفتن چیز نیست. تحمل پذیری این خوبسا فقط از جانب کی است؟ اونها باید بگوید تو تحمل پذیر باشی، اما اگر تو گفتی اونها تحمل پذیر نمیشون. هجومشون طوفانی است. این خوبسا به خودشون همین چیز اجازه دادن که هر چیزی رو خواستن اینها میگفتند، دیگران باید تحمل پذیر باشند و این جایز بوده است و این دموکراتی بوده است در نزد این خوبسا. اما دیگران وقتی که گپ زد این یک سبحان الله دهشت افکن یا تروریست یا بوزی کدام حکومت بوده است. آیا همین از منطق است؟ آیا فکر سالم است؟ همین گپ کسی که میگه هر یک جوانی به عقل فکر، این یک مجنون است. باور بکنید این یک کسلی روانی روحی دارد. الله خارج بکند این خوبسا را در همین دنیا زبانش قاق بکند و به همون روانی دروغ بافندهش جزاش بدهد که چگونه این احمقی، این چگونه سیستم ساخته است، چگونه این ناانصافی است. کنی این تحمل پذیری شما فقط شنتج و منتج میخواد بکند. اینها فکر کرد که ما کدام انسان های سری کوچه هستیم. اینا فکر کرد که به ما مبارزه میبرد چنانه که به بلاگرهای بسیار تاجیکا یا به حکومتی ها مبارزه میبرد. حالا نفهمید است. خیلی تاجیکا میگن توش پیره رو میگن خم شمرده ای. فهمیدی؟ تو اول شناس رقیب تو کی است، بعد نظر بکن و بعد صحبت بکن. شعری که خوب است نخیزان، تو خیزاندی برای اکنون گوش بکن. بالاخره اینها باز به خاطر همون شکم خود میخواهند دوباره خون خودشون رو، نه خونی همین جوانهای مسلمان رو، خیش و تبار من تو رو بریزانند. ببینید برای اینها میگد که برای ما مهم نیست چیزی شود میگد، مهم امام علی از حکومت رود. خیر امام علی رفت، باز همین نظام، باز همین سیاست، باز همین عاقبتش همین دیکتاتوری است. یعنی یک دیکتاتور رفت دیکتاتوری دیگر میاد. شما چی تصور بکنید؟ همین حزبی ها به بالای حکومت آید، چی تصور میکنید؟ ای اهل سنت، ای مسلمان ها، چی تصور میکنید؟ آزادی اینها فقط مگر بر رافضه نمیشود، فقط به قبوری نمیشود. عیناً همین است. بله، لیکن الحمدلله حقیقت واضح است و ما جوانهای اهل سنت زنده هستیم و این خیلی بی‌ادبان رو جزا میدهیم. جزایشان با گفتن حق است، با بیان کردن حق است و دروغهایشان رو فوش کردن است. الله سبحانه و تعالی رو دعا میکنیم که این خوبسا رو خور و ذلیل بکند. این رافضه ها رو الله خور و ذلیل بکند. و انمین بود که یک صحبت خواستم در این باره بکنم در حق این بی ادب ها، بی حیا ها، بی فرهنگ. ببینید چقدر میخوام کلمه ها رو بگیرم، لیکن به همین توقف میکنم که یعنی همه صفت های رذیلی را دارند. ما افسرده نیستیم به خاطر که دینی ما هست. این دین اسلام دینمون هست و ما این حق رو و این مبارزه رو به خاطر دینمون کرده هستیم که نام دین اسلام رو آلودن نکن.
دین اسلام برده یک بار این کمونیستی هم دین اسلام است گفته بود. در زمان همین کمونیستی وقتی که SSR یا همون شوروی ها ملحدین آسیای مرکزی رو به زیر تصرف انداخته بود، بعضی از ملاها به خاطر جایگاه هست یا نمیدونم به خاطر چیز دیگر فتوا همچنین گپ ها بود، بعضی از جهلا دادن که یعنی این کمونیست شدن همین اتئیستی را حق گفتن به مسلمانی تو ضرر ندارد، کمونیستی هم اسلام است. این اون بالاخره ببینید چقدر حادثه تو به نزدیکی 70 سال وجود داشت. امروز حزبی ها عیناً همون شکل رو به شکل دموکراتی خودشان ساخته. نامش دموکرات است لیکن در اصل دیکتاتوری است. همون خودی حزبی ها ساخته. دموکرات اینها همین است که اینها هر چیزی رو خواستند باید بگویند دموکراتی هست به گفت اینها، اما هیچ کس در حق اینها گپ زدن به حق ندارد، برای اینکه در این حالت اینها شکل دیکتاتوری رو به خود میگیرند. هر تهمتی که اینها زدن، هر گپی که گفتند، اینها میگن دموکراتی است. تحمل پذیر باشید، حق را گوش بکنید. اما هر کسی که به حق در رو برو اینها صحبت کرد، اینها حق را هم نمیپذیرند، تحمل پذیر هم نیستند. او همه شعارهای دروغینشون نابود شده، فقط یک شعار دیکتاتوری میدونند. تو نمیدانی، تو نمیفهمی، تو بیعقلی. همین جوان تاجیک را ببینید بیچاره، تو نفهمیدی، تو نمیدانی، تو بیعقلی، تو نمیفهمی. همه حزبی همین است. هر کسی که به این حزبی های شیطان ها روبرو شده صحبت کنید، میگه که یک مسئله به خطا کرده، تو نمیفهمی، میگه مغزت پوچت، میگه خوب است. این تاکتیک روش تعلیم داده رافضه است. بالاخره جوان های اهل سنت بیدار باشید. جوان های اهل سنت بیدار باشید، زیرک باشید. مذهب شما تاجیکستان، ای اهل تاجیکستان، ای مسلمان های تاجیکستان، مذهب شما اهل سنت است. این خوب است رافضه است. فهمیدید؟ منهج شما اهل عدل و انصاف است. منهج این خوب است تهمت و بهتان و ظلم است. منهج شما ای جوانهای تاجیکستان شجاعت و جسارت و مردانگی و حقگویی و حقخواهی است. منهج این خوب است طعنه و تماغو و تهمت و بهتان و آدمکشی جوانکشی است. به سری بنده در سال 2022 این خوب است 200,000 گذاشته بودند. امضا گذاشته محمد اقبال به همه جا گویا تقسیم کرده بود. انا بار دیگر حالا میگد که یعنی من نگویم، میگد محمد اقبال میگد که من نگویم، بینید یک کار کنید. اینا میگد کارش تموم کنید، من نمیگد. یعنی به جوانهای تاجیک میگد که اگر ابو محمد بینید کارش تموم کنید. ما هر گپ نگویم میگه لیکن کارش تموم کنید. یعنی فتوا به قتل داده است. یعنی کشیدش، نابود کنیدش. تا همین درجه ما نفس اینها رو قسطه کرده و فشارشون آوردیم. الحمدلله. اگر ما یک طالب علم تنها به همون فکر و اندیشهمون شما رو پاره پاره و تیت و پیت کرده باشیم، سبحان الله، فردا 10 طالب علم مثل ما اگر باشه چیکار میشته باشه؟ الحمدلله برادران اهل سنت زیاد است. امروز حق خواسته ها بسیار است، شاگردها هزارها است. الحمدلله. لیکن حق آشکار است. الله سبحانه و تعالی حق را به واسطه نمی فاجر و فاسق بعض حالت ظاهر میکند. خیلی که در حدیث اومده است که ان الله لا ینصر دینه برجل فاسق فاجر. الله انا همین دینش رو نصرت میتید به واسطه یک فاسق فاجر. فاسق فاجر میخواد که تهمت زند، لیکن سخن او سبب میشد که هزارها مردم حق در اومده کفته میفهمند. کوبید ای مردم مسلمان اهل سنت، کوبید از اهل تحقیق باشید، غلام فکری نشوید، فکرها و عقلهای خود را به دست دیگران ندهید. گفته های ما را هم گوش کنید و سنجید. کتاب های گفته ما را در آمده کشاده بینید. این دنیا و آخرتتان را در اساس صحبت های این جهلا، به خاطر کیسه های اینها، شکم فرزند اینها، به خاطر اینها قصرهای اینها نسوزانید. دنیا و آخرتتان را با توحید زنده کنید.
ما شما را به سوی علم، اولا به سوی توحید که این علم است، به سوی فهم توحید، به سوی لا اله الا الله محمد رسول الله، به سوی علم، به سوی عمل، به سوی فهم دعوت میکنیم. اما اینها باشند شما را به سوی جدال و به سوی احمقی و به سوی تهمت و بهتان دعوت میکنند. الله را طلب میکنیم که حق را ظاهر بکند، دشمنان حق را نابود بکند، خوار و ذلیلشان بکند. اهل حق را الله حفظ بکند، اهل باطل را الله شکستشان بدهد. چهره های این خوبسایی که شب و روز قرآن را تحریف میکنند، تغییر میدهند، از نام الله رسول دروغ میگن، دین الله را به خاطر شکمشان تغییر میدهند، چهره هاشان را الله سیاه بکند. الله به بلاهای گرفتارشان بکند که یک نمونه به دیگران باشند. الله این خوبسا را قاقشان بکند، نمونه به دیگران باشند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.